محکم بودم، محکم هستم از هفته‌نامه فرج. من دو سوال داشتم. سوالی نخست همین خروج بیماری کرونا ویروس بعضی از اکثر بازارها و فروشگاه‌ها فعالیت خود را قطع کردند. در همین زمینه کشورهای خارجی همون فروش آنلاینی را برای همین که در همین تجربه در کشور ما نیز از جانب پالاتای شما راه اندازی کردید. و سوالی دوم همون محصولاتی که گفتید سیام و باز میوه خشکی به کشورهای خارجی صادرات کردن میشد بعد خروج بیماری همین پاندمی کرونا ویروس باز مثل پیشتر همین چیز به همون راحت‌ها صادرات میکردن یا بازی کمتر شده است؟ تشکر زیاد. وابسته با سوال اول شما آنلاین بیزنس چطوری که از معلومات ما با شما پیش می‌کنیم، چون این خروج تصاویر کووید پاندمی کرونا ویروس پهن شد، یعنی خروج شدت گرفت. ما چطوری که گفتیم استراتژی خود رو تغییر دادیم، فعالیت خود رو و یکی از موضوعایی که ما برای بیزنس پیشنهاد نمودیم این البته این بیزنس آنلاین، یعنی فروش آنلاینی فاصله بیمار و ما در دایره این موضوع توانستیم که توصیه‌های خود رو به اعضایان پیشنهاد نماییم و این موضوع چطوری که خیلی کردیم جواب قبلی ادامه می‌یابد، چون که نوبسته اگر ما با عموما حیات انسان نگاه کنیم در 10 سال اخیر اگر نوبسته از همین پاندمی کرونا ویروس خود فعالیت آنلاینی در همه بخش‌های حیات انسان رشد یافته است. یک مثال دیگه میگیریم خود گازیته‌ها، یعنی مجله‌ها. بسیاری از مجله‌هایی که در وقتش به واسطه مگر کاغذی یعنی مفروش می‌رفت، امروز اونها از این فعالیت روز می‌ماند و برعکس ها بدتر آنلاین و فقط این پاندمی کرونا ویروس با همین سمت یک تکان داد و در ما نیست. ما چی رو مشاهده کردیم؟ به مشکلی‌ها به کمبودی‌ها نیست، بسیاری از صاحب‌کاران ما آماده نبودند و درباره مگر برتریت‌های همین بیزنس آنلاین معلومات کافی ندارند و هم نمی‌خواهند از بالای خود کار کنند و مثال‌ها بسیار آوردن ممکن. ولی در برابر این من باور دارم که شما همچون استقبال کننده هستید و باید که خبر داشته باشید. در همین دوره بعضی از صاحب‌کاران ما در بعضی بخش‌های بسیار یک تجربه خوب، مثال‌های خوب نشون می‌دهند. حتی بعضی اشکان‌ها، حتی بعضی از مکان‌های فروشی دورو و بعضی از صاحب‌کارانی که با خدمت رسانی اما برعکس در همین دوره خدمت رسانی خود رو فعالیت خود رو تکان دادن و برعکس اونها البته دور کردن. تجربه جهانی نشون می‌دهد که اون شرکت‌های اون کارفرمایی که با طور آنلاین پیشکی تیاری بودن، یعنی حس کردن، احساس کردن این تهدیدها رو، اونها برعکس در همین دوره برعکس یعنی استوارتر شد، چون که چطوری گفتیم رقیبان از بین رفتن، تورم بود و ما توانستیم که موفق شود و در برابر این ما باید در دیگر رو تاکید کنم. غیر از اونی که ما نمایشگاه بخواهیم کنیم، امروز ما با کارمندان مسئول و موافقه آمدیم که مثل دیگر دولت‌ها ما البته از ماه سپتامبر آمادگی میگیریم و یعنی نمایشگاه آنلاین تاجیکستان بگذاریم، چون که اگر رفت و همین تحریک‌ها از بین نرود و تفسیرهای وزارت تندرستی تاجیکستان و البته دیگر دولت‌ها وابسته به همین برگزاراندن چهارمین‌های عمومی اگر از بین برداشته نشود، وابسته از این باید که با هر راه و اصول معرفی نوع محصولات وطنی را به راه می‌آوریم. و همین خاطر ما مضطر هستیم که نمایشگاه آنلاین رو یعنی به راه می‌آوریم. خب وابسته به صادرات ما و محصولاتی که شما روز گفتید، البته این تاثیر خود را رسانده است و فعالیت این شرکت‌ها، چون که چطوری که گفتم با نقشه همه خلیقی کارخانه‌ها و شرکت‌ها تاثیر خود را رسانده. اونا که معلوماتی که ندارن البته محصولات کشاورزی وابسته از همین وضعیت نسبت
صادرات خواهد شد، ولی دیگر شرکت‌ها البته وابسته به این صادرات این محصولات خود البته ضرورت است. بعد یک معلومات مهم دیگر می‌خواستم به معلومات شما رسونم که واسه به همین آنلاین حاضر در تاجیکستان مسئله همین تجارت الکترونی اگر بعضی از کارخانه‌ها صاحب‌کارها رو اندر به حساب نگیریم، چون ما صاحب‌کارها و شرکت‌ها موافق هم داریم در سمت تجارت الکترونی و آنها بسیار در اینترنت، در فیسبوک، در همه جا فعال هستند. ولی قسم زیادی صاحب‌کارهای ما از برتریت همین برخوردار نیستند و به طرز اصول کهنه یکی مقرری گرفته حالت خود رو برای ادامه داده کنند و من از اون بگیم اگر در خواطر هستم که البته این شرکت‌ها ایستا موقع خود رو از دست می‌کنند. خود یک فروش آنلاین اصلا چی میده و یکی از برتریت‌ها البته کم کردن خرجات‌ها است. از مغازه‌هایی که من آنها اجرا پولی نمی‌دهند یا یعنی که برای نگاه داشتن کارمندان زیاد مواقع است. یعنی برتریت‌ها معرفی محصولات یعنی پیشنهاد محصولات البته دایره بیشتری مشتریان رو در بر می‌گیرد و طور وقتی که آنلاین اگر شرکت میانه یا که کلانتر باشد و طور آنلاین کار رو برنامه‌ریزی البته امکانیت‌های نو برای رشد تجارت بین‌المللی رو برنامه‌ریزی ما به همین خاطر در نزد پلاتا در ریاست دولتی که ما باید تشکیل کنیم اولین بار ما یک شروع تجارت الکترونی رو یک شروع تأسیس کرده هستیم. ما اول که این مسئله رو در بین شریکان رشد و طور شفاهی باشد و وزارت نیروی دخلدار دولتی رسانه‌ای هستیم که بعد از اون که ما شروع رو در دولت تأسیس می‌کنیم می‌خواستیم که تمامی کارشناسان تمامی آنهایی که برای رشد تجارت الکترونی هوسمند هستند یا اینکه کارشناس هستند و طور آزاد البته می‌توانند که در کار این شروع اشتراک نمایند و ما توانیم که در زمینه این شروع مسئله‌های وابسته به رشد تجارت الکترونی در جمهوری تاجیکستان رو بررسی نماییم و یکی از مقصدهای وظیفه‌های این شروع این است که ما می‌خواستیم که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تجارت الکترونی رو یعنی تهیه نماییم و ترتیب اون رو برای بررسی البته بعد از اون که کارشناسان مورد و حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماییم چون که تجارت الکترونی البته این آینده است. این آینده‌ای است که برای رشد اقتصادیات می‌تواند که یک تکون بسیار خوب دهد. حالا که دولت‌های همسایه رو شریک می‌دونیم علل خصوص اگر روسیه را گیریم، قزاقستان را گیریم، خود جمهوری برای مثال استونیا ما به نهایت در این مسئله موفق باشیم و البته تاجیکستان هم باید که از این چیز و در برابر این تجارت الکترونی یک برتریت به هر مهم دارد این بیشتر برای شفاف برای موندن خود فعالیت صلح‌جویی می‌تواند سودی کند.